من الکسی به عنوان یک عضو کوچیک از این جهان هستی از شماها خواهش میکنم جنگ رو تموم کنید. برای فروختن تسلیحات نظامی خودتون کشورهای دیگر رو به جنگ و چالش نکشید. این وسط فقط مردم هستن که از بین میرن. ساختمون ها دوباره ساخته میشن، خیابون ها دوباره ساخته میشن، ولی مردمی که کشته میشن دوباره زنده نمیشن. پاینده با تمام فارسی زبانان دنیا و همه ملت‌های دنیا به امید صلح و دوستی. واسکتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی از همینجا سلام میکنم به توی فارسی زبان. امیدوارم هر جای این دنیا که هستی حال دلت خوب باشه. امروز اومدم به درخواست شما عزیزان، تو کامنت ها واسه من نوشته بودید یه موزیک ویدیو هست باید ریاکت بری به نام شون امسی با آهنگ زیبای وطن. موزیک ویدیو رو من ندیدم، اومدم که با همدیگه بریم ببینیم و با همدیگه لذتشو ببریم. دمتون گرم که انقدر مهربون هستید، انرژی مثبت به من میدید، روز منو میسازید. واقعا اینو از صمیم دل میگم. خوشحالم که دوستای خوبی مثل شما دارم و هر روز داره این خانواده‌مون بزرگ و بزرگتر میشه. بدون معطله یادت باشه آخر همه ویدیوها باید چیکار کنی؟ سورپرایز آخر ویدیوها یادت نره لایک و سابسکرایب یادت نره، زنگوله رو بزن که ویدیوهای دیگه اومدش سریع بیای نگاه کنی، حالشو ببری. برای حمایت از من حتما ویدیو رو با دوستای دیگه‌تون به اشتراک بذارید. بریم با همدیگه این موزیک ویدیوی توپ که از اسمش هم معلومه چه بومی هستش ببینیم. برو بریم. شون امسی خلقی ما بسیار عذاب جنگی برادر کشتید، بسیاریو گریزمون برنگشته با وطن، بسیارش تا حال پسی پنجرمون پشیمون. یه توضیح اول این موزیک ویدیو زیبا بدم. امیدوارم که همه جا صلح و صفا باشه، هیچ جنگی نباشه، هیچ خون و خونریزی اتفاق نیفته. همه انسان ها رفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، اینو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم و با صلح و صفا در کنار همدیگه زندگی کنیم. پاینده باد همه فارسی زبانان. بریم ادامه. استی خونالود نکی باسه جنگ عذاب داری وطن، نفسی آزاد کشم وطن. زمینی ته زمان خور خاص خاک جنگ بد، زمینی ته زمان رنگی یک میدانی جنگ بد. امری تیفلی گهواره برابری امری پیر بد، در گوشی تیفل صدای یلان صدای تیر بد. مردمت بخوناشید به در تیر زاشید، جان بالا بومد بچوره مردمت گره زاشید. روی دستی خود مردای برادری خود کشاندن، برای خود نباد بدی یا حالیات شاندن. وقتی که قوای سیمی بدخواه مرده کشید، وطن رنگی پلیگان شید چیکارا در دروشی ریختنی خونی هم وطن. کودکای به پدر عشقی به استی مادر، زنای گم کرده شوهر میلیاردها. جنگ تنها آسیبی که میرسونه به مردم آسیب میرسونه، نه به اون سیاستمداری که اون بالا نشسته، نه به اون کسی که میخواد اون تسلیحات نظامیشو بفروشه. اون که پولشو در میاره، اونم که اون بالا نشسته واسه خودش 20 تا 30 تا بادیگارد و فلان. مردم بیچاره، مردم ضعیف این وسط از بین میرن. لطفاً جنگو تموم کنید. بریم ادامه. بی اقتصادی پراکنده میلاد دست دادم شاعر و علیم و آدمای به علم. تا جیگای وطن مگیرخ پرتافت فرزند زن شبا آوی چشم استیدم ادید احوالی وطن شا نبود و جبی زمین کی آلوده خون نباشه، نبود یگان آدمه کی ترس در درون نباشه. بموندن در ای وطن اومدی زندمانی نبود، زنده کلمه مگرداند مرده ها ارمانی بود. مانندی سهراب و رستم جنگی فرزند پدرکش مورا با فیرت دادن. مانند سهراب و رستم جنگ پسرکش. عجب صدایی داره، یه بند داره میخونه، یعنی بدون وقفه داره فقط میخونه خواننده. اولین باره که من از این خواننده دارم ریاکت میرم
چه صدای خوبی داره، چه قدرت بیانی داره. بریم ادامه. دیجان کدن خوش با ما هرچیگی ما را تقسیم کدن، قاتل کدن، باندید کدن، کلابی و خرغنی و پامیری و غرمی کدن. وطن مانندی درختی خزان بود برای شکفتنش اومده، باوریم نبود درخت کیرشه یو زمینی شورده دوید کیرمی درونی خودش خوردش میغلطید قریب. نکی 16 نویبر سالی 92 برشه تشنه ای درخت رسید آب رئیسی شورای اولی دل سوخته بری خلقش تهدیدی کشتن شنیده نکی نترسیده مرگش مردم از سرجا میکد ای سر دعوت میکد بیا تاجیک وطن خانه تی گفته حرف میزد چی قدر قیم خطرناک بده او رفت افغانستان بحری جمعی تاجیکایی دوره تاجیکستان زخم برداشت زیر سیلا بد نکی نگشت ای رهش آباد کرد ای وطن دستی دعا در حقش امروز موت قدمی آزاد بزنیم شب و روز کسی با اویله کسی با نقص دیده کسی با دوست الویدا صدای تیر سلام صدای خنده تیفراهی نفتونلش یا نهایی بلندلی. اصلا خواننده اجازه نمیده من پازه بزنم ریاکت برم. آقا یک نفس بکش، خودت نفس بکش، نفس ما رو بریدی. عجب صدایی داره پسر، عجب قدرتی. واه کیف کردم. بریم ادامه. نمیذاره من اصلا استوب کنم. آبادی باغ گلزار مردمی صاحب کار دیگه نمیترسه ای وطن تجارت کار روز هزاری نون بده محازی دسترخانی پر نانی گرمی پخته با دستای مادری خود انشالله ما دیگر جنگ نمیبینیم در وطن ما خلقی ما راهنما دارد ما ملی رحمان تا که باشم برای میلتم برای خلقم برای دولتم خدمت میکنم. باریکن. عجب موزیک ویدیوی توپی، عجب صدای. کل موزیک ویدیو رو خواننده یه نفس خون. چه قدرت بیانی. من الکسی اینجا به عنوان یک عضو بسیار کوچیک در این جهان هستی خواهش میکنم جنگ رو تموم کنید. برای فروختن تسلیحات نظامی و درآوردن پول کشورهای دیگر رو به جنگ نکشید. این چالش خانمان سوزه و جز مردم چیز دیگری از بین نمیره. ساختمون ها دوباره ساخته میشن، خیابون ها دوباره ساخته میشن، ولی مردمی که کشته میشن دوباره زنده نمیشن. لطفاً جنگو در تمام این دنیا تموم کنید. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودید. مرسی از این موزیک ویدیو که به من معرفی کردید. در انتهای ویدیو سورپرایز پلیلیست و 2 ویدیو دیگه بهتون معرفی میشه. برای حمایت از من لطفاً به اشتراک بذارید. مرسی. پاینده و سرفراز فارسی زبانان و همه ملت های دنیا. تا ویدیوی بعدی. پیس.